باره با حبیب خدا نشسته بودیم که ناگاه یک صدای ترکیش، یک صدای چیز میکفیدگی باشد به گوش ما رسید که همگی ترسیدیم. حبیب خدا گفت این سنگ بود ای بنده های خدا که 70 سال پیش این سنگ از بالای دوزخ پرتافته بودند. الان وی در قعر دوزخ رسید، صدای انا همون سنگ بود. گفت 70 سال با کدام سرعت این سنگ حرکت کرده است. شما تصور کنین عمیق بدن او را، چقر بدن دوزخ از روی همین حدیث رسول اکرم خودتان بها دین که چند کیلومتر این دوزخ چقری داشته است. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نحمده و نستعینه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم برادران خیلی عزیز و گرامی. پیش از آنی که صحبت امروزه را آغاز کنم، اولا از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان این عبادت هایی که امروز ما بندگان او انجام میدهیم به درگاهش مقبول و ثواب او را در نامه اعمال ما کتابت بفرماید و در هر یک قدمی که این بندگان تو برای این روز بندگی، برای ادای این فرض گذاشتن، خدایا قدمهای اینها را در پل صراط مستحکم نگه داری. خدایا همه شرمندگی ها، همه خجالت، همه درماندگی هایی که در روز قیامت و داخل قبر هست، خدایا از روی این بندگانت برداشته بگردانی. خدای مهربان زبانهای ما را همیشه گویا به ذکر خودت نگه داری. خدایا از زبان ما غیبت را، تهمت را، دشنام را بیرون گردانی. خدایا در دلهای ما محبت ذات خودت را، محبت حبیبت محمد را، محبت قرآن و اسلام و مسجد و اهل علم را خدایا جایگیر بگردانی. خدایا از دلهای ما کینه را، بخل را، حسد را، بدبینی را بیرون بگردانی. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا بیماری هایی که در خاندان بستری هستند، در بیمارخانه ها خوابند، خدایا درد دهنده هم ذات خودت است، شفا دهنده هم ذات خودت است. خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگردانی. خدایا تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت نگه داری. خدایا تاجیکستان ما را آباد بگردانی. صلح، آسایشتگی، یکدیگر فهمی،
همیشه در این تاجیکستان ما برقرار و بردوام نگه داری و سرور دولت و تمام آن بندگانی که امروز برای بهبودی این ملت تاجیک، برای بلند برداشتن شرف و قدر این ملت تاجیک امروز مهنت دارند، خدمت ها میکنند. خدایا همگی را از همه آفت ها در حفظ امانت نگه داری. خدایا امروز واعظانی که برای مردم موعظه میکنند، برای مردم سخن حق را میرسانند، خدایا از همه تهمت ها و آفت ها نگهشان داری. و دیگر پیشواهانی که امروز محراب دارند، مسجد دارند، خدایا اونها را غیرت، اونها را چنان شجاعت نصیب گردان که برای بندگان خدا حقیقت اسلام را بیان کنند. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار آمین و رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظیم. جمعه های پیش اگر یادتان باشد ما از منظره هایی که در روز قیامت رخ می دهد که این قصه قرآنی هست، این دادن نامه اعمال به دست راست و دادن نامه اعمال به دست چپ بود و ما و شما از دادن نامه اعمال به دست راست خیلی وقتمان خوش شد و از پروردگارم خواهش و دعا کردیم که روز قیامت ما را از گروه آن شخصان گردان که کارنامه نامه اعمالشان به دست راستشان داده شود. ما این از پروردگار خواهش کردیم، مسئلت کردیم و همیشه با دعا هستیم که خداوند ما را از گروه آن بندگان گرداند که نامه اعمالشان به دست راستشان داده شود. زیرا ما فهمیدیم که بعد از گرفتن نامه اعمال به دست راست ما را ملائکه ها بالای دست ها سوار میکنند و در داخل جنت گشاده میکنند. ما فهمیدیم که بعد گرفتن نامه اعمال و ینقلب الی اهله مسرورا شنیدیم اینها را پیش حورهای جنتی برید، اینها را پیش کوشک‌ها و خیمه هایی که از همان ناز و ضیافت عبارتند اینها را داخل کوشک‌ها و خیمه ها کنید. اینها را زمانی ما برخوردار می شویم که اگر الله ترحم کند و نامه اعمال را به دست راست دهد. و این چنین ما و شما درکدار شدیم که وقتی انسان نامه اعمال را با دست چپ میگیرد و ما به سوی پروردگار از گرفتن نامه اعمال با دست چپ پناه بردیم و دعا کردیم که خدایا این بندگانت را از دادن نامه اعمال با دست چپ نگه بدار. دعا کردیم زیرا که بعد گرفتن نامه اعمال به دست چپ شما شنیدین که این انسانی که در دنیا از مرگ میگریخت، این انسانی که در دنیا حیات دوست میداشت، این انسانی که در دنیا گویم همه لذتهای دنیا برای او لذت داشت، یا لیتها کانت القاضیه میگفت ای پروردگار کاش که همون مرگی که من در دنیا از اون نفرت داشتم و یا بد میدیدم
کاش که پروردگار همون ملک الموت حاضر کن، جان مرا دوباره قبض کن. زیرا وی میدانست که بعد گرفتن نامه اعمال چه دشواری ها و چه عذاب ها در روبرو می شود. و من برای شما خبر دادم که آن دشواری ها و آن مشقت هایی که بعد گرفتن نامه اعمال با دست چپ است برای شما خبر می دهم. الحال این آیتی که تلاوت کردم، چند آیتی که تلاوت کردم از سوره مبارکه حاقه بود که دوام همون قصه دادن نامه اعمال با دست چپ بود. این چگونه بود؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. الله میگوید چه خطاب، چه دهشت، چه یک فرمان وزنین بعد گرفتن نامه اعمال با دست چپ از طرف پروردگار صادر می شده است. می گفته است خذوه. در عرب ها خذ این امر است، لیکن خذوه هو ضمیر به سوی آدم گناهگار است. بگیرید این گناهگار را امر می شود. خذوه، گیرید این گناهگار را. کی میگیرد؟ چگونه میگیرد؟ کی میگیرد و چگونه میگیرد؟ آدمی که نامه اعمال با دست راست بود، گرفتنش این گونه بود که بالای دست ملائکه ها سوار بود و شتابان و خندان به سوی جنت میرفت. لیکن این انسان الله خذوه میگوید، گیرید وی را. کی میگیرد؟ الله این باز روشن میکند در سوره تحریم: علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. الله میگوید من در دوزخ چنان ملائکه های دارم که صفتشان این است: غلاظ شداد. غلاظ از کلمه غلیظ، بسیار درشت روح هستند، بسیار سخت روی هستند. شدادون بسیار عذاب دهنده هستند و بسیار بیرحم هستند. این گونه ملائکه ها را ما در دوزخ داریم. غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. پروردگار میگوید با این قدر درشت رویی، با این قدر قوه بزرگی که دوزخی ها ملائکه ها دارند، با این از پروردگارشان سرکشی نمی کنند. و یفعلون ما یؤمرون. آن چیزی که الله حکم میکند این ملائکه های دوزخ و انجام میدهد. چی میگوید؟ این ملائکه های درشت رو و سخت روی الله میگفت از خذوه، گیریدش، برداریدش. چگونه میبردارند؟ میگردیم به سوره الرحمن میدراییم. الله برداشتن ملائکه ها را برای گناهگارها میگوید: فیؤخذ بالنواصی والاقدام. الله گفت این ملائکه ها را وقتی من امر میکنم گناهگار را بردارید، از کجاش میگیرند؟ فیؤخذ بالنواصی، از موی سرت میدارند، والاقدام، از قدمهات میدارند. در دست ملائک فقط موی سری تو و همون کف پای تو در دستش است. چی کارش میکند؟ وقتی وی برداشت: خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. بردارید و در جحیم پرتاییدش. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. اول در زنجیرها پیچانیدش، با زنجیرها پیچانیدش و بعد از آن تا که حرکت کرده نتواند، بعد از آن در جحیم پرتاییدش. کدام جحیم؟ کدام دوزخ؟ همان دوزخی که الله در قرآن میگوید: سأصله سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیها 19. پروردگار میگوید: ای محمد صلی الله علیه و سلم، به بندگان خدا دوزخ خبر ده که دوزخ چگونه دوزخ است.
امروز در زبان ما بسیار عادی رانده می شود، میگن خیلی دوزخش میبرند، لیکن الله میگوید و ما ادراک ما سقر. این سوال هست که از عذاب دوزخ باز خبر میدهد، با اونها خبر ده که دوزخ چیست. الله بیان کرد لا تبقی ولا تذر. دوزخ جایی هست که از عذابش نه نجات میابی نه در عذابش هلاک میشوی. نه از عذاب نجات یافتن است، نه در عذاب وفات کردن است، هلاک نیست. چگونه که سوره اعلا پاره 30 از قرآن میگوید ثم لا یموت فیها ولا یحیا. در دوزخ مردن نیست، در دوزخ از عذاب پروردگار خلاص شدن نیست. لا تبقی ولا تذر. الله بیان میکنه دوزخ جایی هست که گوشت و استخوان تو را نابود میکنه. لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر. الله میگوید دوزخ جایی هست که رنگهای شما را تغییر میدهد، رنگهای شما را به رنگ سیاه مبدل میکند. لواحة للبشر علیها 19. پروردگار گفت من در دوزخ 19 تا ملائکه دارم که فقط دوزخی ها را عذاب میکنند. 19 تا 19 9 میشود 10. 19 تا فرشته دارم که همیشه دوزخی ها را در دوزخ عذاب میدهد. حضرت ثعلبی میگوید جای تعجبش نیست که یک فرشته که ملک الموت است جان میلیون های روی دنیا را میگیرد، پس این 19 تا ملائک قدرت دارد که تمام دوزخی ها را عذاب دهد. قدرت دارد گفتند. حضرت قتاده در تفسیرش میگوید صحیح این است که این 19 ملائکه که پروردگار در قرآن ذکر میکند این سردار ملائکه های دوزخند. اینها با خود یاردمچی ها دارند، دوزخی ها را عذاب میدهند. کجا میبردهاند؟ جهنم میبردهاند. جهنم جایی هست که انسان گوشت و پوستش باقی نمیماند. الله در سوره نساء هم چی میگوید؟ میگوید کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. این معجزه قرآن است. این آیت الله را ببین چگونه زیبا بیان میکند. کلما نضجت به معنای پختن است. الله میگوید وقتی که پوست دوزخی در دوزخ میسوزد، وقتی که پوست دوزخی در دنیا در همون دوزخ میپزد چی میشود؟ الله میگوید بدلناهم جلودا غیرها. در حال پوستش علیش میکنیم، پوستی نوش میگذاریم لیذوق العذاب، تا که عذاب بچشد. اینا میگوید معجزه قرآنی است. چگونه معجزه است؟ ببینین همه وقت عذاب پوست میفهمد. پوست وقتی در بالای پوست تو یک پشه حرکت کند، وقتی بالای پوست تو یک مورچه روان شود، در حال تو حس میکنی تمام این رگ و پیوند با پوست ها چسبیده. اینا میگن معجزه قرآنی است که امروز علم طب هم کشف کردن که عذاب فقط پوست حس میکند. الله گفت وقتی که پوست تو میسوزد، وقتی پوست تو میدرد، وقتی پوست تو میپزد بدلناهم جلودا غیرها. در حال پوست تو را ما عوض میکنیم. با چی خاطر؟ لیذوق العذاب، تا که عذاب بچشی، تا که عذاب تو حس کنی. چگونه ای که در پاره 29 قرآنم سوره قیامت باز هم معجزه قرآن خدا بیان میکند که بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ما قادر هستیم، قدرت داریم که در روز قیامت تمام جسم تو را جمع کنیم از آنچه بنانا گفت پروردگار، حتی سر انگشت تو را جمع کنیم. امروز دیدن که سر انگشت در دنیایی که اگر انتخابات رود همون سر انگشت ها را رنگ میکنن و بعد در بالای کاغذ میگذارن، در کامپیوتر میگذارن. ببینید به خاطر چی است؟ به خاطر که نوک انگشت پروردگار برای چیزی ذکر کرد، برای که آن خطهایی که در سر انگشت است در تمام دنیا اگر میلیارد آدم باشد، سرای خطایی که انگشت هستند در انگشت هستند اینا دیگرگونند. هیچ وقت از دو آدم یک خیل نیست. ببین در دنیا رنگ یک خیله هست،
چهره یک زیله هست، ریش یک زیله هست، چشمها یک خیله هست، لیکن سر انگشت یک خیله نیست. اینا میگوین چی هستند؟ اینم از معجزه قرآن است. پروردگار در قرآن پوست های شما را ذکر کرد که می سوزانیم، زمانی که سوختن و پختن باز در جاش کار میکنیم، دیگر عوض میکنیم، در جاش دیگر میمانیم. از آن جمله بعداً چی میشود؟ وقتی که دوزخی را گرفتن و در دوزخ ملائک تیار است، یک دستش در موی سر و یک دستش در پای تو قپیده است. ثم الجحیم سلوه، الله میگوید ویا پرتایید. وقتی که کلمه پرتافتن که آمد، معلوم میشود که ویا از بلندی در پستی میپرتاید. البته دوزخ هم در حدیث های رسول اکرم بار ابو هریره چی میگوید؟ میگوید كنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ سمع وجبة، بار با حبیب خدا نشسته بودیم که ناگاه یک صدای ترکیش، یک صدای چیز میکفیدگی باشد به گوش ما رسید که همگی ترسیدیم. فقال تدرون ما هذا، رسول اکرم گفتند ای ابو هریره، ای اصحاب من، آیا ترسیدید؟ گفتم بله ای حبیب خدا، این چی صدا بود؟ از صدا ترسیدیم. گفت ندانستین چی صداست؟ گفتیم الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر داناست، ما ندانستیم این چی صدا باشد. حبیب خدا گفتن هذا حجر رمی بها فی النار منذ 70 خریفا فهو یحوی فی النار الان حتی انتهى الى قعرها. روایت مسلم است. حبیب خدا گفت این سنگ بود ای بنده های خدا که 70 سال پیش این سنگ از بالای دوزخ پرتافته بودند. الان وی در قعر دوزخ رسید، صدای انا همون سنگ بود. گفت 70 سال با کدام سرعت این سنگ حرکت کرده است. شما تصور کنین عمیق بدن او را، چقر بدن دوزخ از روی همین حدیث رسول اکرم خودتان بها دین که چند کیلومتر این دوزخ چقری داشته است. حبیب خدا میگه یؤتی بجهنم یوم القیامت لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. حبیب خدا گو روز قیامت انا همین دوزخی که الله میگوید، انا همین دوزخ 70 لجام دارد. 70 لجام، همین در هر یک لجامش 70,000 ملائکه کشان ویا به محشرگاه حاضر میکنند. یک ملائکه قوتش دنیا را چپه کردن است. در هر یک لجام 70,000 ملائک. اگر 70,000 ملائکه ما به 70 ضرب کنیم 490,000 ملائکه فقط دوزخ کشیده میارند. برای کیها؟ برای کسانی کیا هستند اینا؟ کیها واردی اونها میشود؟ الله الحال بیان میکند. کسانی که در دنیا نامه اعمال را با دست چپ گرفتند. کسی در آخرت نامه اعمال با دست چپ گرفت. کیها با دست چپ میگیرند؟ ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین. الله بیانشان کرد اینا کسانی هستند که در دنیا مالدار و ثروتدار بودند، حق خدا را جدا نمی کردند. اینا در دنیا دولت داشتند، مال داشتند، لکن پروای یتیم بچه ها و پروای همسایه های فقیر و مسکین نداشتند. اینا در دنیا کسانی بودند که فقط این مال و ملک برای معیشت، برای سوار کردن دخترهای مردم، برای راحت، برای زینا، برای کزینا و برای گویم جایهایی که دخترهای عریان رقص میکنن، برای اونها جایها ساخته بودند. اینا از طایفه انمونها هست. اینا از کسانی هستند که
دوم الله بیان میکند کسانی که در دنیا ایمانی به پروردگار نداشتند، اینها مسجد یک جای خرابات می شماریدند، اینها قرآن پروردگار کتاب آسمانی حساب نمی کردند، اینها قبر و روز قیامت افسانه می دانستند. اینها کسانی بودند که در دنیا مبارزه به ضد اسلام می بردند. اینا کسانی بودند که نام مسلمان داشتند لیکن در خلوت علیه اسلام جنگ میکردند. اینا از همون طایفه است. امروز اسلام ما و شما عجیب یک رنگ گرفت، عجیب یک رنگ گرفت. در مسلمان و در مؤمن حیرت میمانی که وی مسلمان است یا مؤمن است دیگر شناختش نمی شود. چگونه که امروز دخترها و خواهرهای ما و شما لباسهای مردانه را پوشیدن که دیگر جدا کردن نمی توانیم این مرد است یا زن، امروز مسلمان ما را فهمیده نمی شود که این چگونه مسلمان است، این چگونه مسلمان است. حالا که پروردگار با تمام مسلمان ها میگوید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. پروردگار چی میگوید؟ ای کسانی که ایمانی با پروردگار دارید، در خلوتی با پروردگار جنگ نکنید. در ظاهر خودتان مسلمان و مؤمن نشان میدهید لیکن در قفا شما مثل گرگ درنده هستید. این کسانی که ایمانی به پروردگار دارید در اسلام با پررگی داخل شوید. برخی از مفسران کافر حال از ادخلو میدانند. معنای چی میدهد؟ معنای این که شما با زبانهاتان به اسلام درآیید، با دلهاتان به اسلام درآیید، با پایها و با دستها و با شکمهاتان به اسلام درآیید. مقصد با زبان تو مسلمانی ولکن دل تو منافق است. در پهلوی برادر مسلمان 5 وقت نماز میخوانی لیکن تو فاسق هستی. این گونه مسلمانی تو لازم نیست میگویی. در اسلام تو با پررگی داخل شو. امروز مسلمان دروغگو، امروز مسلمان کینه، امروز مسلمان صاحب حسد، امروز مسلمان صاحب بخیلی، امروز مسلمان پارخور، امروز مسلمان رباخور، امروز مسلمان پدر و مادر احترام نمی کند، امروز مسلمان زبان دشنام دارد، امروز مسلمان نام مسلمانی دارد لیکن پایش اصلا مسجد دیدگی نیست. امروز مسلمانای ما اگرچه مسجد هم که آید اگر حلقه نشینند غیبت فقط مردم مسلمان میکنند، مسلمان سنگ میزنند، علیه مسلمان و مسجد مبارزه میبرند. آیا همین انسان تعجب ده نمیارد همین اسلام؟ تو چگونه مسلمانی؟ این گونه مسلمانی نیست. پروردگار صفتهای مسلمان را بسیار یاد کرده است. 5 وقت نماز دارد لیکن در ماشین دخترهای مردم سوار زنا دارد. حبیب خدا لا یزنی زان حین یزنی و هو مؤمن، میگه رو تا سیاه میکنی تو. حبیب خدا میگوید تو دروغ میگویی، تو زنا میکنی، با زمانی که خودت مؤمن میشماری. و یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، پیغمبر خدا گفت نخواه مؤمن دزد باشد، وای دزدی میکند حالا که وای خودش را باز مؤمن میشمارد. و یشرب الخمر حین یشرب و هو مؤمن، عرق می برداری میخوری باز میگوی من مسلمانم. تعجب آور است. حضرت بایزید خدا رحمت و مغفرت کند
یک قصه ذکر می شود در کتاب که خدا رحمت کند حضرت مولانا جلال الدین رومی را که در نظم در آورده است. عجیب است، عجیب. بود گبر در زمان بایزید، بود گبر در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمانی سعید. کی چی باشد گر تو اسلام آوری، تا بیابی صد نجات و سروری. یک گبر بود میگوید در زمانهای حضرت بایزید بسطامی، اولیای خدا، دوست خدا، مجاهد در راه پروردگار. یک گبر شاید شما در مصرعهای شعری فهمین که میگن در جوانی توبه کردن نشأه پیغمبری است، گر به پیری میرسد گبر مسلمان میشود. گبر در لغت معنای آتش پرست میدهد، کسی که پیروی دین آیین زردوشت است و یک گبر میگویند. در تاریخ نفحات الانس میگوید که همین گبرها همراه مغان 5000 سال سلطنت داشتند، 5000 سال آتش پرستی کردند. 5000 سال آتش پرستیدند، آتش را در دادن، گفتن همین خداست، از همون مدد طلب کردند. از این در گمراهی دیگر هست. آتشی که خودش افروخته میکند و خودش خاموشش میکند. گبر آتش پرست میگویند. 5000 سال همین گبرها و مغان سلطنت داشتند. مغها گفته، مغها این روحانی زردشتیان است. گویم آدمی که یک روحانی است، یعنی یک عالمی دین زردشت، مغانها میگویند. مغانها با در درجه پسترن از مبدان یا مبیدان میگویند. مبید و مبدش همون گویم که اکن دانشمندهای عالی دین زردشت، بعد مبد میگویند. گبر خلاص چی است؟ آتش پرست. یک آتش پرست بود میگوید بود گبر در زمان بایزید. یک آتش پرست بود در زمانهای حضرت بایزید بسطامی. گفت او را یک مسلمانی سعید. یک مسلمانی سعید آمد و یک مسلمانی نیمکاله دیگر آمد گفت ای آتش پرست، گفت آخر از زمین آتش چی فایده است؟ اگر تو صدها سال اگر آتش افروخته کنی، با یک دم کندران افتی بسوزی. اگر زمانی که یکی نافهمیده در داخلش زنی، هم زمان تر هم میسوزاند، نابود میکند. آخر عقل تا کار فرمان. دین حق دین خداست، دین اسلام است، دین نجات است. اگرچه امروز بعضی به انصافا بیچاره‌ها با آرد و با روغن و با پول عوضش دارند، لیکن آخر شرمنده میشوند. آخر این دین دین نجات است و برای این دین کوشید ندارم گفت. گرچه در ایمان و دین ناموقنم، لیک در ایمان او بس مؤمنم. اگر چندگو من ایمانی بر خدا هم ندارم، ایمانی به قرآن هم ندارم، لیکن در ایمانداری بایزید گو من ایمان آوردگی هستم، ایمانی او در ایمان دارم گفت. لیکن در دوام چی گفت؟ گبر ما را میگوید کن، به ما میگوید باز ایمان گر خود ایمانی شماست، باز ایمان گر خود ایمانی شماست، نه بدان میل است و نه اشتهاست. اگر امین ایمانی که تو داری، گفت ای مسلمانی نیمکاله، اگر همین ایمانداری و اسلامداری که تو داری، در ایمانداری و اسلامی تو نه میل دارم نه اشتها دارم، نه بدان میل است و نه اشتهاست. آن که صد میلش سوی ایمان بود، گبر گفت همون مسلمانه، آن که صد میلش سوی ایمان بود، چون تو را بیند آن باطل شود.
اگر همین انسان گفت خواهد که اسلام قبول کند، همین مسلمانی تو را ببیند گفت مسلمان نمی شود گفت، همین ایمانی تو را بیند گفت وای ایمان نمیارد گفت. برای چی؟ زانکی نام بیند و معنا نی، زانکی نام بیند و معنا نی، تا بیابان را مفازه گفتنی. خدا رحمت کنه حضرت مولوی را. میگوید زیرا که آخر در شما فقط همین نامش ماندگی است، عملش نیست دیگر، غیرتش نیست، ناموس اسلامی نیست. گفت زانکی نام بیند و معنا نی، تا بیابان را مفازه گفتنی. بیابان گفته یک چولیستان میگویند، مفازه گفته گلیستان میگویند. آیا میگوید فرقی بین بیابان و گلیستان فرق است؟ انا گفت از ایمانداری شما هم گفت مثل همین است. شما ایمان دارین لیکن از گلیستانش درک ندارین، از عملش بیدرک هستید. الله به این خاطری که ایمانهای نیمکاله‌ای که ما داریم، این وعیدن در شأن اونها داخل می شود که روز قیامت اینها هم چیان؟ اینها هم نامه اعمالشان به دست راست داده می شود. از این خاطر من جانبدارم به همون انسانی که امروز در بیخدایی دعوت دارد، لیکن در همون بیخداییش چی است؟ اراده مستحکم دارد، به خدا باور ندارد، به قبر باور ندارد، به روز قیامت باور ندارد، با همین اراده مستحکمش میمرد میرود. لیکن امروز مسلمانی ما همون اراده مستحکمش نیست. مسلمانی بله مسلمانم، لیکن در پهلوش عمل را میکند که هیچ انسان بیدین و بیدیانت این عمل انجام نمیدهد. برای مسلمان میشوی برادر عزیز. گفتی همون محمد اقبال لاهوری، گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. میخوای حیات مسلمانی بری، میخوای که نام شرف اسلام تو هم در دنیا و هم در آخرت برخوردار شوی، همگی از قرآن بیرون نشو. خیلی تأسف آور است، خیلی جای تعجب هم است. امروز باور کنیم در اسلام ما و شما، در ایمان ما و شما مسلمانی کامل شوین، ایمانتان کامل کنین. در هر چیزی که قرآن و حدیث های پیغمبر خداست، هر چیزی که عزیزان خدا برای فایده ما گفتند، باید ما عمل کننده باشیم تا که از روز قیامت از میبرداشتگی های همون نامه اعمال با دست چپ نباشیم. انشاءالله از این آیت قرآن ما خیلی درکدار شدیم و حتی آیندهش هم که خداوند ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون. خوراک همینها در دوزخ چیست؟ وقتی کم مانده سوالها همه باقی. من شاید جمعه آینده در باب خوراک این دوزخی ها برای شما معلومات دهم. خوراکشون چی خوراک است، خدا به اینها چگونه ضیافت میدهد، انشاءالله جمعه آینده میفهمیم. سلام علیکم داملای بسیار محترم حاجی میرزا. من مادری هستم که فرزند جگربند من 3 ماه شد که بیمار است و خیلی هم طبابت ها هم کردیم، هر کی با طور خودش طبابت کرد، لکن من امید جان صحت او را از درگاه خداوند تعالی طلب دارم. او که بسیار اخلاصمند شما هست، او چی در صحتی و حالا در بیماری فتحه های شما را گوش میکند. ما همه به شما اخلاص داریم. من مادر شما را فرستاده خدا میدانم. خواهش دارم روز جمعه اگر او ذره خود را خوب حس کند، در مسجد شما نمازگزاری میکند. او همه نمازهای جمعه را در همون مسجد شما بود. ببخشید داملای عزیز، مادری که مغز و استخوانش میسوزد، دیگر چی گفتنی هم را نوشته نمیتوانم. روز جمعه روز تولدش هست، او خود روز جمعه به دنیا آمده است. داملای محترم، از شما یک دعای نیک، شفای کامل بهر فرزندم طلبگار هستم. مؤمن خداجوی بسیار است.
اهل جماعت دعای نیک کنید. به کمال میل مادر گمراه شده، اگر خطا باشد بسیار عذر. داملای بسیار محترم حاجی میرزا برادر این مادرم در حق فرزندشان دعا طلب کردن. یک آیت به یاد ما آمد برادرای عزیز. خدا در قرآن کو انفسکم و اهلکم نارا و قدها الناس و الحجاره. خداوند میگوید ای مردم فرزندهاتان از عذاب دوزخ نگه دارید، زیرا که آن چیزی که آتش دوزخ علنگه میدهد این آدم است و سنگ است، سنگ ها است. چگونه که این مادر غم فرزند میخورد، چگونه که این مادر برای بهبودی او شفا طلب میکند، باید پدرها و برادرای عزیز ما نیز برای شفا یافتن او در قبر روز قیامت باید کوشش کننده باشیم و فرزندها ما بسیار اهمیت میدادگی باشیم. فقط غم دنیاشان نخوریم، فقط برای بهبودی سلامتی و راحتی اونا در دنیا کوشش نکنیم، برای آخرتشان هم مهنت کنیم، بسیار مهنت کنیم. بسیار پدر و مادرای هست که امروز گویم دلاور نمی شود که بچهش به نماز دعوت کند یا از حرام کرده ها معنوش کند. لیکن فردای قیامت انا همین فرزنده که امروز تو نگفتی و روز قیامت از پیشی بری تو می دارد که همه شرایط همه پول و مال مکو در راه تو صرف کردم، یک بارم نگفتی که خدا را عبادت کن. اون حالت از گویم که یاقه ما و شما می دارد و تمام آن چیزی که می خواهد بالای ما و شما می گوید، زیرا وی را درد می کند و عذاب می کند. خدای مهربان این فرزند شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب و روزیش بگردانی. آمین و رب العالمین. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. ما یک گروه طلبگان با سوال ما جواب دهید. ما کتاب بیبلیا را میخوانیم برای علم دنیا را فهمیدن و یک گروه آدما پیدا شدن که میگویند که کسی این کتاب را میخواند کافر است. از نگاه اسلام ما حق هستیم یا آنها؟ برادر عزیز، امروز بیبلیا نیست. این بیبلیایی که در دست این نصرانی ها و دیگر کتاب هایی که امروز مشهورن همه اینا تحریف کردن، دیگرگون کردن. آن کتاب اصلی که از جانب پروردگار و اینها نازل شده بود همه اونا نابود کردن. اینا امروز بیبلیاها تحریف شدن، اینا را خواندگی آدم گمراه میکنند. اگر بیبلیا حقیقت می داشت، اگر بیبلیا را تحریف نمی کردن، دیگرگون نمی کردن، الله در سوره صف چی می گوید؟ و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. الله از زبان حضرت عیسی بیان دارد که در بنی اسرائیل چی گفت؟ مردم گفت آگاه باشید که پس از من پیغمبر می آید که نام او محمد است و او پیرو شوید. چرا این در بیبلیا نیست؟ و یا خط زدن و یا از بین گرفتن، تحریفش کردن، دیگرگون کردن. امروز مسلمان احتیاج به بیبلیا نداریم دیگر. امروز ما بهترین کتاب راهنمای عالمیان این قرآن است. قرآن بخوان. وقتی حضرت عمر میگوید بیبلیا میخوان، بیبلیا را خواندن گرفت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد نگاه کرد، گفت ای عمر چی میخوانی؟ گفت بیبلیا میخوانم. بیبلیایی که اون زمان تحریف نشده بود، بیبلیا میخوانم. گفت اگر تورات میخوان، تورات. گفت اگر همون برادر موسی زنده میشد امروز این تورات جمع میکرد و رجوع به قرآن میکرد، قرآن میخوان. برای همین برادرای عزیز امروز ما باید قرآن خوانیم. اونقدر صرف، اون وقتی که در بیبلیا صرف میکنیم قرآن ما نخوانیم، قرآن خوان شویم. انشاءالله این دم همون علم دنیایی که تو میگوی همه علم دنیا در داخل قرآن ما وجود دارد.
امروز اینقدر مردم با مردم کم بضاعت و مردم بیچاره فقیر و بعضیش ضعیف ایمان و با همین گوییم که پول و مال امروز نصرانیشان کرده ایستادن، باز ما کتابخوانی و دیگر لازم نیست، حاجت نیست به این. بعضی آدم ها پیدا شدن که میگویند آفتاب 4000 سال عمر دارد. آیا این درست است؟ التماس جواب دروغ هستین. شما چقدر طالب علم هستین آخه؟ دروغ هستین. 4000 سال عمر آفتاب کی میداند؟ آفتاب خودش از اول دنیا تا حاضر قریب 9000 سال گذشت. 9000 سال از دوره حضرت آدم تا این زمان ما و شما سپری شده است. 4000 که میداشت حالی دیگر این حالت در وجود نداشت. اینا دروغند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب گویید. برادر من عرق می نوشید، نماز نمیخواند. شب کسیته های شما را گوش کرد و در خوابش قیامت را خواب دید که آفتاب از طرف قبله برآمده است و مردم بسیار در عذابند. میخواستم بگوید که معناش چیست؟ بعد این توبه کردن نماز را سر کرد. این معناش همین است که الحمدلله توبه کردن، نماز خواندن، انشاءالله از همون عذاب و رنجی که در قیامت است انشاءالله نجات یافتن، رستگار شدن. خوش به حالشان که خیلی بر وقت آمدن، خوش به حالشان که بر وقت همون استکان‌هایی که عرق می نوشن در زمین گذاشتن و با او اشاره کردن که لعنت بر تو که مرا تو بی‌شرف کردی. خوش به حالشان. اشاره بر او کردن که تو دشمن نسل انسان هستی. از پشت تو نه در پیش زن قدر دارم، نه در پیش فرزندم قدر دارم. از پشت تو شدن نه همین کیسه های من نه پول میبیند نه مال میبیند. از پشت تو شدن نه دسترخوانم بهترین نعمت ها را میبیند. لعنت بر تو. خدا را شکر که امروز من تو را ترک کردم و رجوع به سوی خدا کردم. خوش به حالش. السلام علیکم داملای عزیز. در حق پدرم حکیم جان، برادرانم حبیب الله، دلشاد جان دعای خیر کنید. خدای مهربان هر مرادی که در دل این بندگان هستند خدای با فضل و کرمت برآورده بگردانی. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملا میرزا، ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه حمدانی خواهش میکنیم با سوال ما جواب گردانید. ملای محله ما میگوید که کرپچه و بالیشتی که از صدقه از خانه مرده به مسجد میآید حرام است. اونا حرام نیستن. اگر این ملا گویم که یعنی اینقدر پرهیزکار باشد میتواند که همون کرپچه ها را و اون چیزی که از خانه همون مردهدار میاد در همون محله آدمای فقیر بیچاره که هست برده در خانه همون ها پرتوید. اینا که اولش حرام نیستند. دویمش که اگر بسیار این شیخ باشه و بسیار گویم مفتی کلام باشد برده در همون بیچاره و مثال مسکین هایی که هستند در خانه اونها پرتوید، ثوابش میرسد. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من مخلص شما از شهر پنجکند. از شما خواهش دارم سوال مرا جواب درست گویید. مادر من همراه همسر من جنجال داشت. من آمدم، یکی در قهر و غضب به من گفت اگر بالای این 3 زن دیگر نمیگیری از گناهت نمیگذرم. مادر خوب بود است. خب یا راضی نیستم، من مبلغ ندارم که 3 زن گیرم، حال من چی میشده باشه؟ این جوان خیلی از مادر، از حرمت مادر درکدار بوده است. این مادر آمدن بالای گویم که جنگ و جنجال در این بچه که آمده است، این زن با مادر که جنجال داشته است، مادر در حالت قهر و غضب گفته است اگر بالای همین زن 3 زن نمیگیری من از تو راضی نیستم. یعنی این جوان میگوید که من مبلغ ندارم که 3 زن گیرم، چگل میشیده باشد حالی من. در آخر در حق من دعا کنید که خدمتگار پدر و مادر باشم. خوش به حالتان. خب میگن که والدین راضی نباشد خدا راضی نیست. با احترام، یک نفر مخلص اشدی شما از شهر پنجکی. در اصل رضاگی پروردگار در رضاگی پدر و مادر است. حبیب خدا 3 بار چی گفتن؟ رغم انفه رغم انفه رغم انفه. خار باد
ذلیل باد، شرمنده باد. کی ای حبیبی خدا؟ من ادرک والدیه عند الکبر او احدهما ثم لم يدخل الجنه. حبیبی خدا گو کسی که در دنیا پدر و مادر دارد آنها را راضی نمی کند، شرمنده باد، خار باد، ذلیل باد. کسی که در دنیا پدر و مادر را خدمت نمی کند، کسی دعای پدر و مادر را نمی گیرد. بسیار است این گونه جوانها. جوانای عزیز، همون بایزیده که این گبر در ایمان او قائل شده بود، میگد وقتی مادرش دبیرستان برد، مکتب برد پیش استاد، بعدا میگوید حضرت بایزید آدم خداداد، اولیاء الله، میگد وقتی که استادش درس تفسیر میگذشت آمد به سوره لقمان و سوره لقمان رسید که در سوره لقمان آیت در رسید که ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. همین آیت از لقمان، حضرت لقمان، از آیتی گویم از سوره لقمان استاد بایزید تعلیم داد. گفت ای استاد چی معنا دارد این آیت؟ گفت الله میگوید سپارش میدهم شما را این که این مادرهایی که امروز در 60 و 70 رفتن، امروز قوت برداشتن دیگر نه آب دارن و نه خنکی و گرمی دارن، اینها را احترام کنید، اینها را خدمت کنید، زیرا که اینها در حالتی که شما را تولد کرده بودند بی نهایت عذاب کشیده بودند. الله همینه در سوره لقمان خبر داد و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین. 2 سال دیگر تو را شیر داد، خواب نکرد، عذاب کشید. در همون گهواره که گویم زیرش پخته های با دستش میکنجید ملایم در اوتره میخوابید و خودش در بالای همون پلسی قاب خواب میکرد. هر زمانی که از دهانی تو اگر یک آوازی می برآمد این مادر در حال از جاش میخیست، دیگر نمیگفت که این خواب برای من شیرین است، میخیست پیستان خودش در دهان تو میگذاشت، ذره طاقت نداشت که تو گرسنه و تشنه باشی، همیشه با تو بود. الله میگوید اینا را یاد کن ای بچه و این پدر و مادر را احترام کن و الی المصیر. یقین دان که بازگشتت به سوی من است. از این پدر و مادر میپرسم ان اشکر لی ولی والدیک. الله گو من شکرانه کن و بعد شکرانه من پدر و مادر تا شکرانه کن. وقتی بایزید این سخن شنید گفت استاد اجازت نیست که یک خانه روم. بایزید مادر پیر داشت، آمد میگوید کتاباش زیر کش و گفت مادر گفت الحال یک آیت خواندم که من را دیگر در همون حجره نشستن در دیگر طاقت نماند. گفت چی خواندی؟ گفت الله میگوید ان اشکر لی ولی والدیک، هم من شکر کنید، هم من عبادت کنید، هم پدر و مادرتان شکرانه و احترام کنید. مادر گفت من طاقتی در 2 خانه خدمت ندارم، یعنی هم عبادت پروردگار را بکشم و هم خدمتی تو را کنم. گفت این قوت من ندارم، از این خاطر از تو خواهش دارم که از مکتب بس میکنم، همیشه در پیش تو خدمتی تو را میکنم. مادر گفت بچم گفت من که مادری تو هستم، من از خدمتهای تو راضی هستم، تو را در راه خدا بخشیدم، رو گفت در راه خدا خدمت کن. بایزید میگوید همان کتابی زیری کش کردگیم از همین خانه برآمدم، 33 سال جانب خانه نآمدم، 33 سال در راه پروردگار خدمت کردم. بعد 33 سال وقتی خوابهای هر رنگه دیدم گفتم باید مادرم زیارت کنم. وقتی آمدم مادرم خیلی پیران سال بود و دیگر آب طهارت در دستش، چی میگفت؟ پروردگارا همون غریبی مرا نیکو نگه دار، خدایا همون غریبی مرا احوالش نیکو کن، از درگاه تو فقط خواهش من همین است. بایزید میگوید از پس که من میشونیدم گریان شدم و آمدم گفتم ای مادر، گفتم همون غریبی که تو دعا کردی همون غریب در پیش توست. همون غریب حاضر شد. گفت
میگه مادر در آغوش گرفت. زمانی که مادر میگه پشتش دیگر چی بود؟ پشتش راست نبود، پشتش خم زدگی بود. گفت بایزید گفت از فراقی تو دیگر نه چشم ماند و نه پشت ماند. گفت و میگه رفت با همین احوال میگه بالای بسترش در خواب کرد. و یک زمان بایزید میگه مادرم گفت که آب بیار، آب بیار. گفت آمدم نگاه کردم ظرف ها در خانه آب ندارد. دوان به جویبار رفتم تا آب آوردم که مادرم خواب است. همون در دستم داشتگی آب. گفت این مادری من. گفت سحر بیدار شد. وقتی من دید بالای سرش گفت ای جگربند گفت خواب نکردی؟ گفتم آخی خواب کنم یکی مبادای تو آب گویی و مرا نیابی. این حالت در یکی مبادایی که غضب پروردگار بیدار شود. و میگد مادر از دست این بایزید آب گرفت و در حق بایزید دعا کرد که خدایا گفت این بنده را گفت یکی از بهترین مردان راه خدا بگردان. بایزید میگد هر چه که یافتم از دعای مادر یافتم. از این خاطر دادرای عزیز، برادرای مهربان، امروز جوانا، امروز مسلمانایی داریم که در برابر اون مسلمانایی که ذکر کردم با پدر و مادر ملال قهری هستند. با پدر و مادر قهری هستند. پدر و مادر داد و سیاست بالایشان میکنند. تو حق نداری. الله در قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تو بنده خدا حقوق نداری که وزنین ترین دردی که در وجود تو پیدا می شود وقتی پدر و مادر بالای سر تو آیند تو اوف گویی، این ده حق نداری. زیرا که هر اوفی که تو میگویی جگرهای اونها را پاره میکنی، تو اونها را غمگین میسازی. ولا تنهرهما. تو حق نداری که بالای پدر و مادر داد و سیاست کنی. آخر اینا بالای تو سیاست نکردن. تو گریه کردی اینا نوازی شد کردن. تو گریه کردی اینها تو را الله گفتند. تو گریه کردی برای تو شیر دادن، برای تو آب دادن تا که تو خاموش باشی. اینا با تو این گونه معامله نکردن که با ایسا باید تو هم این معامله را نسبت این انجام دهی. این برادر عزیز تو گناهگار نمیشه. این برادر پنجاکینتی، یعنی این در حالت قهر و غضب گفته است مادر. به همین خاطر تو می توانی که همون زنه چیکار کنی؟ مجبور سازی که دیگر دویم باره با مادر تو جنگ و جنجال نکند و از پیش مادر تو رفته خواهش و التماس کند که دیگر این کار گویم این عمل بعد از من رخ نمی دهد. مادر مرا ببخش گفته انا این کار در زن تا مجبور بساز، انشاءالله تو ثواب میگیری. اینجا یک سوال تعجیلی آمده است، همین خوانیم، باز سوالها باقی ماندن. شخصی که در حالت جنابت میمیرد چی خیل باید غسل داده شود؟ مثل همین آدمی که در غیر غسل جنابت میمیرد. آدمی در حالت جنابت میمردگی معنای ایرا ندارد که وی حرام مرده است. معنای اینا ندارد که وی یگان شرف و قدر در نزد خدا ندارد. اگرچه در زمانهای پیش بعضی از پیشواها میگفتند که وقتی در جنابت که آدم مرد باید که وی همون مردینگی را چاک میکنند و داخل وی میشویند. این باور که جبر، این ظلم وی حس میکند. وقتی صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که موی سرش اگر جینج باشد وی شانه نکنید، اگر دندان او در یک رگ باریک کشال باشد دندانش نکنید، بدن او را شستند شما آب شیرگرم گیرید، در دستهاتون حتی دست کشک کشین که تا که بدن او آزار نیابد. پس کجا وی پاره کرده و او را چاک کرده و کدام باور که دشمنی بود برای مسلمان ها ایجاد کرد و مثال خودش مرد رفت. اینا دروغ هستند، اینا را تماما باور نکنید. انسانی که در حالت جنابت میمرد برابر است که مثل آدمی که در غیر جنابت میمرد. هیچ فرق در بین اینا نیست. صاحب خلاصه را خدا رحمت کند، خلاصه مذهبی کتاب است. وای میگوید اگر کسی که بازنش میخواهد خانه‌داری کند، شب خانه‌داری کرد، اگر خواهد که دویم دفعه خانه‌داری کند رود یک بار مستحب کند و آمده خواب کند با همون تنه جنابتش.
از قسم سحر خسته باز خانه‌داری کند، همون دو بار جنابت شدگیش ده یک بار غسل کند، از قسم سحر بس کفایت میکند. شرط نیست که در هر باری حتی رسیدگیش رفته و از سر غسل گیرد، حمیدش هم شرط نیست. برای همین اون در حالت یگان چیزی نیست، بلکه وای حتی رسول اکرم چی گفتن؟ و فی بضع احدکم حسنه. شما هرگاهی که بازنتان خانه‌داری میکنین در نزد خدا پاداش اجر میگیرین، اجر دارد. این حالت در حالت جنابت هم که از دنیا گذشته باشد وای همون شرف همون قدر اسلامیش باقی مانده است. این دروغ است که وای حرام مرد، این دروغ است، اینا را باور نکنید. اینجا یک سوال دیگه درباره حرام بودن گوشت خوک دلیل‌هایش را گفته گذارید. در 3 جای قرآن، چی سوره بقره و چی سوره اعراف و همین ها را نظر کن، در همون جا یکی یک بار پروردگار یکی خود مرده را، یعنی حیوانی که خودش میمرد حرام میمرد، یکی خونی مک، این حیوانی را که میزنیم همون خونی که از مکش میپرد یکی همون حرام گفته است، و دیگر خوک را هم خنزیر گفته یاد کرده است، حرام گفتگی هست. دلیلهاش این نص قرآنی قطعی است. یوسف قرضاوی میگوید که حکمت حرام بودن خوک این است که کسی گوشت خوک خورد و دیوس میشود. دیوس میشود. چگونه که امروز مردم غرب ببینیم، رفیقش میاد از دست زنش میگیرد، میگه ممکن است با هم یک رقص کنیم، میگه ممکن است در اختیارت رقص میکنی، چیکار میکنی، کردن بگیر. این دیوسی است. گرفته با او رقص میکنن. یا زنش میخیزد میگوید که امشب من نمیایم، کجا دای پیش همون رفیقم دایم، بعد پگه میآید، باز همون زندگیشون همون خرسندی. این دیوسی هست. یوسف قرضاوی میگوید که یک حکمت خوک خوردن حرام بودنش همین است که مرد دیوس میکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. من گفتم جمعه آینده در باب زکات صحبت داشته باشم، ثوابهای زکات، عذاب کسانی که زکات نمیدهند. لیکن از بس که این سوالها خیلی بسیار سوالهای مهم هم برادرای عزیز، و انشاءالله جمعه ما هم که یگانتش ضایع نمیشوند، همش گوییم که تحلیل آیت و احادیث های رسول اکرم است. انشاءالله از آمدگیتان هیچ زلال زیان در این جمعه ها شما نمیبینین، لیکن بازم این وای موضوع خیلی ضرورت داشت. انشاءالله خیلی این جمعه آینده در اطراف زکات صحبت میکنم، جمعه آینده را هم با سوال و جواب میبخشم. جان یک برادر از بازار یک مبلغ روان کردن برای همین آبادی مسجد. یک برادر کتابی درسی آورده است، در حق پدرش که بیمار است دعا کنید گفتند. در حق فرزندان اکای محمد علی مرحوم بابای نوروز و محمد جان دعا کنید. در حق طالب علم هایی که در خارجه میخوانند، امروز از تاجیکان ما و شما هم. در حق مرحوم ایشان تغی دعا کنید از همین محله. در حق آنهایی که در صندوق خیریه خیر احسان میکنند. در حق خادمان مسجد اینجا برادرها خیلی زیادن که برای پیش از آمدن جمعه شما اینجاها را تازه میکنن، پیلاساز میکنن، میشکن، میروان. یعنی همه اینها فقط گویم در خدمت شما، هم از برای خداوند و هم از برای شما خدمت میکنن. در حق اونها هم در حق رحیم جان که برادر ما مسائل های ساختمانی ده هستند، خدمتی در همین مسجد میکنند، و برادر سیمراد هم که در بازار سوداگر است، وایم در حق ایشان هم دعا کنیم که وایم انشاءالله در خدمت ما، یعنی در خدمت مسجد ما هستند، مبلغ گذاری میکنند. و دیگر برادرانی که آینده ها خدمت میکنند انشاءالله یگانه فقط پیش راه ما را یک همون میکندگی بولدوزری که بود، امروز یک آدم گرفته مشغول گردانیده است، کمتر کاری ما قفا مانده ایستاده است. یعنی گویم من همو هستیم، امروز میاد پگاه میاد نمیدونم، خیلی کارم قفا زد. لیکن انشاءالله همون زمانی آمد همینجا 1-2-3 ساعت کاری دیگه کندن مانده است، همون میکند و بعد کاری ما انشاءالله شروع میشود. خدای مهربان همه این بندگانی که نامهای اونها خوانده شد و هر کدام به خودش آرزوی داشت، امید داشت، طلبات داشت، خدای با فضل و کرم خودت همه مراد و مقصودهاشون حاصل بگردانی.
با خدای مهربان این مسجدی که تعمیر او را ما آغاز کردیم برای بهبودی هست، برای بندگان تو هست، برای تعلیم و تربیه